الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي وثقتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب محمد الأخيار أجمعين وعلى من اهتدى بهدي محمد وآل محمد وصحب محمد بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثم اعلموا أن الله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. در بیشتر جهان اسلام در ماه ربیع الاول از 12 تا نزدیک های 20 چنین رسم است که از ولادت با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن ببرید می آید. در شرق و غرب جهان اسلام هر جا جشن مولود، جشن تولد به صورتهای مختلف برقرار است، به ویژه در جوامع اهل سنت و جماعت دنیا همیشه صحبت از تولد پیامبر است و گمان ندارم در مجلسی در ماه ربیع الاول صحبت از وفات پیامبر شده باشد. حالا چرا چنین است؟ در مقدمه به این سوال جواب میدهم. علتش ظاهرا دو سه چیز است. یکی این که در جوامع اهل سنت چیزی به نام سالروز وفات مطرح نیست. آخر میدانید جهان 900 میلیونی یا 1000 میلیونی اهل سنت که فرهنگی دارد، یک عقاید و کتابی دارد. در هیچ جا از کتاب‌های اهل سنت سالروز وفاتی برای بزرگی یاد نشده است و اگر کسی سالروز وفات کسی را اظهار اندوه کرد یا مجلسی برپا کرد، مطمئناً روشش خلاف اهل سنته. بله، در فرهنگ عمیق و وسیع اهل سنت این مطلب یاد شده است که بزرگ مرده را به سه چیز باید احترام کرد. دقت کنید. یک، اون بزرگ مرده را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا دیگر بزرگان بعد از اون حضرت یا پیامبران قبل از اون حضرت، بزرگ مرده را به خوبی یاد کنید. مثلا میگوییم سیدنا علی کرم الله وجهه، سیدنا عمر رضی الله عنه، سیدنا امام حسین رضی الله عنه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو، این که از خداوند برای بزرگ مرده رحمت و درود بخواهید، چون که میگوییم صلی الله علیه و سلم بعد از نام رسول اکرم، میگوییم رضی الله عنه بعد از نام شاگردان و نخستین پیروان اون حسن، و میگوییم رحمت الله علیه بعد از نام
هر مرده مورد احترام. و احیانا میگویم قدس سره، برای احترام بزرگ. سوم این که سعی کنیم در گفتار و کردارمان پیرو بزرگان باشیم. عملا هرچه اون بزرگ انجام داده انجام بدهیم و هرچه اون بزرگ گفته از گفتارش پیروی کنیم. این سه چیز نشانه تعظیم و احترام مرده هاست به نظر اهل سنت. یک، تکرار کنم، یک، نام بزرگ مرده را به خوبی یاد کنیم. دو، از خداوند برایش درود و رحمت بخواهیم. سه، گفتار و کردارش را دنبال کنیم. دیگه در فرهنگ اهل سنت چیزی به نام تغییر لباس، اظهار غم و اندوه، دست از کار کشیدن، پرچم یا پارچه سیاه زدن، به این چیزها به کلی در فرهنگ اهل سنت مطرح نیست. اصلا در مذهب نداریم. ببینید، می شود خانه و لباس و اتومبیل را تغییر داد، می شود غذا را تغییر داد، ولی مذهب که نمی شود تغییر داد. می شود مذهب تغییر داد؟ گمان نمی کنم کسی این جرأت داشته باشه. مذهب نمیشه تغییر داد. مثلا مذاهب اهل سنت این طور است. این مذهبه. شخص میتواند با مذهب خداحافظی کنه بره کنار، حالا یا بی مذهب بشه یا به مذهب دیگه منتقل بشه، این امکان است. ولی کسی نمیتواند مذهب را تغییر بده. مرام این طوره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 63 سال عمر کرده. 40 سال قبل از نبوت به عنوان یک انسان عادی زندگی کرده. با این تفاوت که در طول 40 سال رسول الله صلی الله علیه و آله به امانت و پاکی و درستکاری و راستگویی معروف بوده. ضرب المثل زمان خود تا 25 سالگی مجرد زیسته، 15 سال بعد متأهل بوده و با بانوی بزرگوار به نام خدیجه دختر خویلد ازدواج کرده. در این 15 سال حضرت دارای 6 فرزند شده، 4 دختر و 2 پسر. به ترتیب فرزندان حضرت عبارت بودند از قاسم، زینب، عبدالله، رقیه، ام کلثوم، فاطمه. قاسم و عبدالله پسر بودند و 4 دختر هم زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه. بعد از 40 سال زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شده. به این معنی که خداوند اون حضرت را مأمور کرده که ادیان آسمانی را به ویژه دین ابراهیم خلیل را خلاصه کند، به زبان عربی تمام ادیان آسمانی را تجدید کند، به صورت تازه و خیلی گسترده و وسیع در اختیار بشر قرار بده. حضرت این مأموریت را پذیرفته، به دستور خدا تسلیم فرمان خدا شده، مأموریت را پذیرفته. 13 سال در مکه معظمه احکام خدا را تبلیغ کرده. بیشتر این 13 سال حضرت احکام عقاید را تبلیغ میکرد. از اعمال مذهبی فقط نماز. در این 13 سال اول بعثت زکات و روزه و حج و حدود اسلامی چندان مطرح نبوده. فقط زکات، فقط نماز مطرح بود. بیشتر به اصول عقاید میپرداخت. اصول عقاید توحید و نبوت و معاد خلاصه است. جنگ و جدال در اصول عقاید خیلی شدید بود و حتی پیامبر بیشتر تبلیغ میکرد، مردم کمتر توجه میکردند. حتی پیامبر اخلاص بیشتری عرضه میکرد، اونها خشونت و تندی و گستاخی بیشتری عرضه میکردند. در این 13 سال حضرت یک دست تعالیم اسلام داشت و دست دیگر روی سینه مبارکش بود، خواهش میکرد، التماس میکرد. گاهی هم در مقابل خواهش فحش و سنگ و دار و چوب و پرخاش هم نصیبش میشد. بیشتر صحابه کرام با همین مشکل روبرو بودند. مجموع مسلمانان 13 سال مکه حدود 400 الی 500 نفر زن و مرد و کودک بودند. بسیاری از این 500 نفر زن و مرد و کودک در حال زندان به سر می بردند. در خانه های خود در اتاق دربسته اطراف خانواده‌هاشون زندان بودند، به ویژه جوانان.
اقلیتی به دلیل شهامت و شجاعتشون از این زندان و شکنجه محفوظ بودند، مثل حضرت علی، حضرت حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، حضرت عمر، حضرت ابوبکر. اینها به دلایل مختلف مورد احترام بودند و هرچند پرخاش به آنها میشد، مخالفت به آنها میشد، ولی به هر حال زندان نرفتند، کتک نخوردند. در این 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و آله هیچ مبارزه‌ای نکرد، اصلا در طول مبارزه نبود. بعد از پایان 13 سال عرب مدینه منوره اسلام را پذیرفتند و رسول الله صلی الله علیه و آله به فرمان خدا دستور فرموده مسلمانان مکه به مدینه هجرت کردند و از اینجا مهاجر نامیده شدند، یعنی منتقل شونده از مکه به مدینه. تعبیر کلمه مهاجر، مهاجرین. آخرین کسی که از مکه هجرت کرد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله با یار غارش حضرت ابوبکر بود و یک هفته بعد از انتقال حضرت به مدینه منوره حضرت علی نیز فرزندان و خانواده پیامبر برداشت و با خانواده ابوبکر به اتفاق عبدالله پسر ابوبکر به سوی مدینه منوره رفتند. آغاز اقامت حضرت در مدینه منوره تحولی چشمگیر در جامعه اسلامی بود. حالا در مکه دیگه وقت مدینه نبود، در مدینه دیگه وقت مکه نبود، یه گونه دیگر بود. به این صورت بود که حضرت به یک دست احکام اسلام عرضه می‌کرد و با دست دیگر شمشیر در دست داشت. اگر کسی میگفت نه، پرخاش میکرد، جلوگیری میکرد، به حسابش میرسیدن. ولی اگر کسی میگفت نه و کار به کار مسلمان نداشت، بازم پیامبر مزاحمش نمیشد. یعنی اسلام دینی است که خیر بر مردم عرضه میکند. اگر کسی خیر قبول کرد به او تبریک میگوییم، رفیق ما شده. اگر کسی خیر و سعادت خوبی قبول نکرد ولی بر ضد خیر اقدام نکرد، ما کارش نداریم، جنگی نداریم. ولی اگر کسی خیر و سعادت قبول نکرد و به مبارزه برخاست، با مال و دست و زبانش علیه حق، علیه احکام خدا به تبلیغ و مبارزه شروع کرد، اینجا دیگه اسلام بی تفاوت نیست. بالاخره او را از سر برمی‌داریم. در طول این 10 سال رسول الله صلی الله علیه و آله 28 غزوه انجام داده که در 17 غزوه خودشون در رأس لشکر بوده. طولانی ترین جنگ های پیامبر با کفار در این مدت 10 سال 3 ماه طول کشیده. کوتاه ترین جنگ های پیامبر 4 روز طول کشیده. و از این بیان که ملخص سیرت نبوی است، چون میفهمیم که بیشتر این 10 سال رسول الله صلی الله علیه و آله در حال مسافرت و در جنگ گذرانیده. با وسایل اون روزی کسی بخواد لشکرکشی کند، حالا چه 300 نفر باشد چه 30,000 نفر، چون در جنگ بعد حضرت 300 نفر سرباز داشت، در جنگ تبوک 30,000 نفر. با وسایل اون روزی حرکت کند طول میکشد. شما اگر 27 غزوه را بخش بر 10 سال کنید، در هر سال 3 غزوه میشه، کمی از 3 تا کمتر. اگر 30 تا بود میشد 3 غزوه در سال. مهمترین جنگ‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله به این ترتیب بوده. در سال دوم هجری در جنگ بعد بر قریش پیروز شد. 70 نفر از ما را گردن زد، 70 تا از بزرگان هم اسیر کرد. در جنگ احد موضع خودش را حفظ کرد، ولی قریش تا حدودی انتقام از مسلمانان گرفت. ولی به هر حال پیامبر شکست نخورد و لشکر اسلام در مدینه همچنان پایدار موند. در غزوه خندق رسول الله صلی الله علیه و آله ایستادگی کرد و قریش ناامید شد و به مکه برگشت. سال 5 هجری حضرت با قریش پیمان صلح بست. سال 6 هجری رسول الله با قریش پیمان صلح بست. سال 7 خیبر را از دست یهود گرفت. یهود خیبر همه تسلیم شدند، خراجگزار و جزیه پرداز شدند. در خیبر بعد از فتح حضرت مهمانی یهود را قبول کرد به عنوان حسن نیت، ولی موقعی که سر سفره غذا نشست با جمع صحابه، یک لقمه رسول الله خورد، یک لقمه بشیر و انصاری. همین که حضرت لقمه را خورد فرمود نخورید، روح الامین به من خبر داد که این گوشت مسموم است.
مرد انصاری در اثر یک لقمه فوراً مرد، دلدرد شدید گرفت و چند دقیقه بعدش مرد. اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله از اون لقمه آسیب چندانی ندید، سالم موند، ولی از اون به بعد پیوسته اظهار درد دل میکرد و میفرمود لقمه مسعود خیبر همیشه دلم را به درد میآورد. سال 8 هجری حضرت مکه را از دست بتپرستان گرفت، بتها را پاک نمود و کعبه را به شکل اولش برگردانید. حضرت با 10,000 سرباز وارد مکه شد و همه مشرکان را بخشید، اسلام را در مکه برگردانید و کعبه را به شکل زمان ابراهیم برگردانید. سال 9 هجری رسول الله صلی الله علیه و آله در تبوک دولت روم را شکست داد و با 30,000 سرباز تبوک را از دست اونها گرفت. و بالاخره سال 10 هجری حضرت صلی الله علیه و آله اعلام فرمود که می‌خواهد آخرین فریضه اسلام را، احکام حج را اجرا کند، حج را انجام دهد.